آسایشگاه دکتر طاهری. امروز 12 اپریل سال 2025. مانا این منظره های آسایشگاه. بسیار رفیقان میپرسن که چه خیلی جای. مانا جنتی روی زمین. مانا این کپکام از خانش بمیدارد، زفت میکند. این جایی که با شما آرامی میبخشد، عصبهای شما آرام میشوند، سلامتی شما برقرار میشود. شما در اینجا باز آموزش یعنی بسیار چیزا یاد میگیرید، از خود میکنید، از پسی سلامتی خود میشوید و حتما عمری دراز میبینید، دیگر کمتر بیمار میشوید. سلامتی انسان در دست خود او خدا و طبیعت است. طبیعت زیبایی بینید چقدر اینجا گیاهای شفابخش آفرید است که شما از داروخانه طبیعت استفاده برید و ارگانیسم خود را برقرار کنید، بیمار نشوید. من این گیاهایی که نو رویده ایستاده است. سلامت باشید، 100 ساله شوید.